بسم الله الرحمن الرحيم. امام بخاري رحمة الله عليه گفتن که باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فبدأ بالعلم. امام بخاری گفتن که باب درباره آنکه علم پیش از قول و عمل است. پیش از آنکه انسان یک سخن گوید یا یک عمل را اجرا کند اول علم گیرد. این دلالت میکند که علم از عبادت ثوابش بزرگ است. چون که پیش از آنکه نماز خوانید باید علم گیرید. پیش از آنکه روزه دارید باید علم روزه را داشته باشید. پیش از آنکه زکات میدید علم زکات را باید داشته باشید. باب العلم قبل القول والعمل. باب در این باره که علم پیش از قول و عمل است. پیش از آنکه سخن کنه، پیش از آنکه عمل کنه اول علم آموزید. مانند نصرانی ها به علم عمل نکنید. لقول الله تعالی. برای چی این گپ را امام بخاری گفتند؟ لقول الله تعالی، بناء به قول الله تعالی که فاعلم انه لا اله الا الله. در سوره محمد الله تعالی که فاعلم، علم آموز، خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم و به امتانشان. علم آموز، امری به علم آموختن. بعد گفت که انه لا اله الا الله. لا اله الا الله اساسا قول زبانی هست، یعنی لا اله الا الله گفتن لازم است، هم در ابتدای اسلام هم در آخر دنیا. لقنوا موتاکم لا اله الا الله. و مرده هاتون تلقین لا اله الا الله کنید. خب یعنی آخرین کلامتون هم از این دنیا باید لا اله الا الله شود. و مسلمان، شخصی کافر با کلمه لا اله الا الله مسلمان میشد. بنابراین الله تعالی که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک. لا اله الا الله بگو و به گناههای توبه کن. به گناهها توبه کردن این عملی بدن است. و لا اله الا الله گفتن عملی زبان است، یعنی قول است. این قول است، اینش عمل است. پیش از آن که سخن کنی، پیش از آن که عمل کنی اول علم آموز. فبدأ بالعلم. الله تعالی با علم شروع کرد. بعد از آن امام بخاری الله تعالی رحمت کند حدیثی که در سنن ترمذی هست معلقا تعلیقا آوردن، یعنی بدون اسناد. و ان العلماء هم ورثة الانبیاء. و البته علما میراثخوان پیغمبران هستند. عالمان دین، علما جمع کلمه عالم، علما یعنی عالم ها. هم ورثة الانبیاء، آنها میراثخوارهای پیغمبرها هستند. ورثوا العلم، پیغمبرها علم میراث گذاشته رفتند. خیلی که در دیگر حدیث آمده است نحن جماعت الانبیاء لا نورث. ما جماعتی پیغمبرها میراث نمیگذاریم. ما ترکناه صدقه. رفت یگان دینار یک 10 درهم اگر خواننده باشد و صدقه حساب شود، میراثخوار ما حتی نمیگیرد. ما ترکناه صدقه. رفت و اگر زنده مانیم یعنی وفات کنیم یگان چی از ما ماند، او صدقه است. ما میراث نمیگذاریم. انما ورث العلم. پیغمبرها علم میراث میگذارند. من اخذه اخذ بحظ وافر. کسی که اگر میراث پیغمبرها را گرفت نصیبه فراوان گرفته است، بهترین نصیبه را گرفته است. و من سلک طریقا یطلب فیه علما یطلب به علما سهل الله له طریقا الی الجنه. و کسی که راهی را طی کند که با آن راه یطلب به علم می آموزد. من حاضر در نزد اینترنت نشسته همین مجلس را گوش کردنم این علم آموزی هست در زمان ما. و من سلک طریقا، کسی راهی را طی کند که یطلب به علما، با آن راه علم می آموزد، سهل الله له طریقا الی الجنه. الله تعالی برای این بنده راه جنت را آسان میکنه. ببینید آدم‌ها سوالای عادی میتونن، زنهای حایض ذکر کند، دعا کند، ممکن میگفته نمیداند. ولی درست است که میپرسد، لیکن داند خوب است. داند اگر همه وقت ذکر میکند. حدیث حضرت عایشه را ببینید، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یذکر الله علی کل احیانه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی را در تمام حالاتشون ذکر میکردن. برای ذکر طهارت شرط نه. برای دعا هم، دعا یا عبادت است که در سری چنبرکتان اگر راننده باشید، اگر پزنده باشید در سری دیگتان، من زنها مثلا چند ساعتی عمرش در آشخانه میگذارد، جامه میشوید، ذکر کرده خواندن گیرد، کار کردن گیرد، دعا کرده نشیند.
یا مثلا در مترو میرید 2 ساعت بعضی هاتون عمرتون ضایع میشه. یک کتاب گیرید برارده خوانید. پیشتر در سالهای 2001 من در همین متروی روسیه حیران میشدم. روسا اون وقت تلفن نبود، همه کتابچه داشت، بروشورکه ها یا کتابچه های حجمش معیده تر میگرفتن، در مترو راست سوده میخوندن، وقتی چشان آمد جای میفرومدگشون همونجا یک کاغذ میموندن میفرومدن. اون یعنی که همه قریب که همین اگر یگان تاجیک به کتاب میشید دیگه همه کتاب میخوندن. حاضر شاید اینترنت کتی به هر حال نوارای بیهوده کتی عمراتون رو نگذارید و یک چی خانه یک چی دانه تعلیم گیرید. خب کسی که اگر علم آموزد الله تعالی برای او راه جنت را آسان میکند. این وعده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. کسی که راه علم آموزی را پیشه کند راه جنت را الله تعالی برایش آسان میکند، چون که ثواب زیاد میگیرد و جنت رفتنش آسان میشه، چون که میداند. و قال جل ذکره انما یخشی الله من عباده العلماء. بعد از آن امام بخاری این آیت را ذکر کردند. الله تعالی گفت و قال جل ذکره، الله تعالی گفت جل بزرگ است، ذکره نامش ذکرش بزرگ است، گفت که انما یخشی الله من عباده العلماء، در بین بندگان واقعا ترسنده ترین آنهایی که از الله تعالی میترسن این علما هستند. و این چنین گفت که و ما یعقلها الا العالمون. اصل این آیت سوره عنکبوت است. بعد اینکه الله تعالی ضرب المثل زد به عنکبوت یعنی تارتانه، گفت که و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ما چنین ضرب المثل ها میزنیم، همین ضرب المثل ها را غیر عالم ها دیگر کس نمیفهمد. یک برادری تاجیک را باره گفتم که کتابی ترجمه قرآن پر را تمام کرده بود است و گفت که من تمام قرآن را میفهمم. گفتم که همین آیتی سوره تارتانک کشاب وقتی که الله تعالی به تارتانک مثال زد، گفتم خان گفتم اکن ترجمه کن، فهمون چی گفتم اینجا؟ گفت که نفهمیدم. گفت که آخه نمیفهمی، چون که الله تعالی گفت که و ما یعقلها الا العالمون، این ضرب المثل ها را فقط عالم‌ها میفهمند. و ما یعقلها، نمیفهمند این ضرب المثل ها را الا العالمون، مگرم علما. نفی و اثبات، نفی کرد یعنی هیچ کسی نمیفهمد الا العالمون، غیر عالما. خب این ثنا به علما هست، این فضیلت علما هست. وقتی که الله تعالی مود که ما چنین ضرب المثل ها میزنیم، تقریبا 40 ضرب المثل است در قرآن و این ضرب المثل ها را علما میفهمند. ضرب المثل مثال معنوی را با مثال حسی الله تعالی میفهماند. و این چنین امام بخاری گفتن که سخن الله تعالی را ذکر کردن و قالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. یعنی این نقل از دوزخی ها هست، نعوذ بالله. در سوره تبارک آیه 10 دوزخی ها وقتی که به دوزخ میافتند الله تعالی خبر داده است، خبری که حالی نشده است. و قالوا، گفتن که لو كنا نسمع، اگر در دنیا ما گوش میانداختیم به سخن علما، علم میآموختیم، و او نعقل، او یعنی به معنای و نعقل، و آن چیزی که شنیدیم آن رو میفهمیدیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، امروز ما اهل دوزخ نمیشدیم، امروز ما اصحاب دوزخ نمیشدیم، ما دوزخی نمیشدیم. یگانه سببی که ما رو به دوزخ آورد این جهل است، نادانی هست، ندانستیم. فاعترفوا بذنبهم، آنها به گناهشان اعتراف کردند. الله تعالی در این آیت نخواندن و ندانستن و نشنیدن را گناه نامید. برادران بنابراین وقتهای خود را ضایع نکنید، علم آموزید برادران. اگر همین کتاب علم را همراهی ما از ابتدایش، یعنی امروز این 3مین مجلس است، تا آخری 76 حدیث همش گوش کنید، خیلی علم جمع میکنید و خیلی قدر علم رو میفهمید انشاءالله. و الله تعالی گفت که وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، در سوره زمر. آیا آنهایی که میدانند و نمیدانند برابرند؟ استفهام انکار. الله تعالی سوال میتید و در ضمن سوالش انکار میکنه، هیچگاه برابر نیستند. در شریعت برابری نیست. شریعت ما مثل قانون کمونیستی نیست.
هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، مگر آنهایی که میدونن و نمیدونن برابر هستند؟ من در مسکو بعضی تاجیک های الکتریک دیدم، عالم نه، الکتریک، لیکن در ساحه الکتریکی آموختیان، یعنی علم آموختیان، هنر آموختیان. یعنی در مسکو کار میکنم، بسیار به فرمایشاشون هم زیاد است، فرمایشای بلند، خانه های قیمت فقط میکنه، از آن پولدارای مزدشون هم قیمت. در کنیم بودم در تاجیکستان هم استفاده میبردیم، استاهای مثلا دانشمند، اونای نرخش فرق میکنه یک استای عادی. بنابراین الله تعالی میگه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونایی که میدونن و اونایی که نمیدونن مگر برابر هستن؟ نه، برابر نیستن. ببینید الله تعالی سگی که علم دارد از سگی بی علم فرقش به ما در سوره مائده بیان کرد. اگر شما با سگ علم دار شکار کنید، اون شکار حلال است. اگر با سگ بی سواد شکار کنید، شکار حرام است. یک آهوی 200 کیلویی شکار میکند، سگی بی سواد آهو میمورد، حرام است. یک سگی با سواد شکار میکند، حلال است. مگر آدمی یا حتی حیوان، ببینید حیوان علم دار از حیوانی بی علم فرق دارد، چجوری انسانیت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که الله تعالی با کسی نیکی را خواهد او را در دین فقیه میکند، یعنی در دین عالم فقه، عالم دین میکند. مفهومش با کسی که نیکی را نخواهد عالم دین نمیکند، یعنی نیکی را نمیخواهد به معنای اینه که بدی را خواسته است به او، لیکن به قدری که علم ناآموخته است همین قدر برای او نیکی را نخواسته است. البته یک آدمی که مثلا علم آموخت 1 ساعت و هم علم آموخت، یعنی به او الله تعالی نیکی را خواست. بنابراین بینید که الله تعالی شما را طالب علم کرده است، شما را دوست دارنده سخنهای الله، دوست دارنده سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داده است. در قرارت قلبتان محبت علم است، دانید که الله تعالی به شما نیکی خواسته است. این حدیث اصلش در صحیح بخاری هم در صحیح مسلم هم با سند متصل می بیاد، لیکن اینجا امام بخاری تعلیقا ذکر کرده. و انما العلم بالتعلم، این چون علم، این هم حدیث است اصلش، علم با آموختن می شود. یعنی یک آدم برای علم وقت جدا می کند، نیت می کند، آمده 5 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت می آموزد، فردا می آموزد، پس فردا هفته ها می گذارد، ماه ها می گذارد، یک چی می آموزد. انما العلم بالتعلم، علم با آموختن می شود، یعنی با هوس و با آرزوی و فقط خواهش کتی نمیشن، و باید خوانید. انما العلم بالتعلم، علم با علم گرفتن می شود. میخواند علم جمع میکنید. قال ابو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانفذتها. حضرت ابو ذر غفاری صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر شما شمشیر را به این مانید، به اشاره به قفاشون کردن، شمشیر را یعنی نوگ تیزش به طرف قفا مانیتون و اشاره الی قفا و به قفاشون اشاره کردن، ثم ظننت، سپس من گمان کنم که یک حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته تمام میکنم تا جانم برآمدنش، یعنی که تا شما شمشیر میزنید، یعنی برابر شمشیر زدن جان نمیبره، با شمشیر میگیرید. بعد همون وقتهای آدم حالی جان دارد. من گمان کنم که یک حدیثه، یک جمله از سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم یا از دین اگر رسانده میتونم، باوریم است که تا جانم برآمدن میرساندگی باشم، لانفذتها، من اون اجرا میکنم. برای چی این گپ را گفتم؟ برای آنکه حضرت در وادی مینا در نزد جمره وسطا، وقتی آدم ها روزی ایام مینا، ایام تشریق سنگ میپرتان به جمره صغرای و کبرای و عقبا، همونجا در نزد جمره وسطا ایستاده به مردم
به فتوا میدادن، به سوالهای مردم جواب میدادن. چونکه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در حجۃ الوداع در همون جاها ایستاده به سوالهای مردم جواب میدادن. چونکه مردم احتیاج دارد. اون روز عملها زیاد است: سنگ پرتایی، قربانی، طواف، موی تراشی، آمدن از عرفات، رفتن به جمرات، نشستن در مینا، شب گذرانیدن مینا، احکام حج است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده به مردم گوش میانداختن، به سوالهای مردم پاسخ میدادن. ابوذر غفاری هم همچون اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم، به سوالهای مردم جواب میگفتند. کی یک آدم آمده گفت که ابوذر، مگر تو را عثمان از برآمد کردن من نکرد؟ عثمان رضی الله عنه داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم، خلیفه راشد، شخص مبشر به جنت، ابوذر را از فتوا دادن منع کرده بودند. برای اینکه ابوذر یک مذهب خاص داشتن، خاصتا به بایها سخت میرسید مذهبشون، و با همراهی حضرت معاویه هم کشاکشی داشتن. حضرت معاویه مکتوب کرده بودن به عثمان، شکایت کرده بودن، به حضرت عثمان حکم کردن که حضرت ابوذر مدینه را ترک کرده رفته در ربضه زندگی کند، یعنی فتوا ندهد. بعد یک آدم آمده گفت که تو را آخر عثمان از فتوا دادن من کردن کو، تو باید درس نگویی، یعنی از نام شریعت گپ نزنی. بعد حضرت ابوذر گفتن که اگر شمشیر آورده به قفام مانتونم و من گمان کنم که تا جانم بر آمدن یه حدیث به مردم میرسونم. حافظ ابن حجر گفتن که این دلالت میکند که اگر پادشاه از امر معروف، از نهی منکر، از رسانیدن شریعت، از دادن فتوا عالم اسلام رو منع کند، اطاعت کرده نمیشد. بعضی‌ها اطاعت کرده میشود، میگفته ها آخر میترسند دیگه، امکان ندارند دیگه، یا یکی خودشون نمیخواهند مثلا زندان شدن یا کشته شدن. برای همین وقتی که من کرد خاموش میشینم و شاید در پیشگاه الله تعالی عذر آماده کرده باشم. لیکن ابوذر غفاری صحابه هست، گوش نکرد به سخن عثمان رضی الله عنه و سخنش رو دوام دادن میگرفت. بنابراین حافظ ابن حجر بسیار استنباط خوب کردن در فتح الباری که این دلالت میکند که فتوا یعنی فتوا و رسانیدن شریعت الله امر کردگی است. یگان کس از اهل زمین اگر منع کند و اطاعت کرده نمیشد. برای آنکه اگر علم را نرساند به دهانش لجام آتشین زده میشد روز قیامت. این بین دو آتش است: آتش دنیا و آتش آخرت. اگر رساند از جانب پادشاه عذاب داده میشد، یا زندان میشه یا کشته میشه. اگر نرساند از جانب الله تعالی عذاب داده میشد، هم در این دنیا هم در آخرت. و این علم نه برای شهرت، نه برای پول جمع کنی، نه برای دیگر و دیگر، نه برای مناقشه کردن، نه برای علم خود را ظاهر کرده من صاحب فهم، من صاحب حکمت، یگانه آدمی که شریعت را میفهمد اینم، هر کس فتوا ندهد، اونا فهم ندارند، علم ندارند، فقه ندارند، حکمت ندارند، خود را از دیگرها بالا گرفتن یا مناقشه کردن. این علم را اصلا کسی برای مناقشه یا برای در جدال و مناقشه غلبه کردن، جاهل ها را سکوت کنانیدن، عالم ها را مناقشه کردن کسی آموزد، لم یرح رائحة الجنه، بوی بهشت را نمی چشد. و حالا که بوی جنت از مسافه 70 سال یا 40 سال این راه به مشام میرسد، گفته روایت ها هست. یعنی این علم انسان به خاطر الله تعالی می آموزد، به خاطر الله تعالی تعلیم می دهد، تا اینکه مردم گمراه نشوند، تا اینکه مردم فردا روز قیامت لعنت میکنن. الله تعالی در دو جای سوره بقره نقل کرده است. بنابراین حضرت ابو هریره هم میگفتند که لولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت احدا، اگر در قرآن کریم دو آیت نمیشد منم حدیث نمیگفتم، منم چی زور آمده است که حدیث گم. اگر دو آیت نمیشد من به مردم حدیث نمیگفتم. یکیش
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. آنهایی که شریعت را به مردم نمیرسونه، علمی که الله برای آنها داده است پنهان میکنند و کدام سبب نباشد اگر علم پنهان کنند، آنها را الله تعالی لعنت میکند و لعنت کننده ها لعنت میکنند. در دوامش که اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، برای این خیل آدم ها لعنتی الله، لعنتی فرشته ها و تمام آدم ها گفت، حتی کافرها هم لعنت میکنه. برای چی؟ برای اینکه اگر شما ما رو دعوت میکردید ما امروز مسلمان میشدیم، میگد کافرها. بنابراین مجال دعوت وسیع هست. یک انسان ممکن برایش الله تعالی توفیق میدهد با زبان کافرها آنها را دعوت میکند. یک آدم این خیل توفیق ندارد، در مسجد نشسته درس میدهد. یک آدم عموما این خیل توفیق ندارد، توفیق کتاب نویسن دارد. هر کسی با هر راهی که توانست علم را رساند. ببینید از حضرت ابوذر غفاری عبرت گیرید. گفت که اگر تا همین شمشیر در آمده نشه دانم که من یک جمله از حدیث شریعت میرسونم. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء. عبدالله ابن عباس در زیر تفسیر كونوا ربانيين سوره آل عمران الله تعالی که شما عالم های ربانی شوید، تفسیرش گفتن که حکماء فقها، حکیم شوید. حکیم آدمی که به حکمت کار میکند. وضع الشیء فی موضعه، در هر یک وقت و زمان به همون سال و زمان موافق سخن میکند. به هر یک آدم مناسب حدیث میگوید. کلم الناس قدر عقولهم، خیلی که حضرت علی گفتن که به مردم به قدر عقلهاشون سخن کنید. اتریدون ان یکذب الله و رسوله، آیا شما دوست می‌دارید که الله و رسولش دروغ شماریده شود؟ یعنی شما نمود میرسانید که باعث دروغ شماریده شدن الله و رسول میشید. نه، این خیلی به آدمایی که فهمش کم است یعنی به همونها مناسب سخن کنید. حتی بعضی عالم ها میگفتن که از بی حکمتی است وقتی انسان به یک دیه رفت بر آن دیه با زبانی مدنیت گپ زند، با زبانی شهری گپ زند، یعنی ادبی سخت. او بیچاره هیچی نمیفهمه. میگم که خیلی گپای خوب گفت لیکن هیچی نمیفهمه. گفتن این بی حکمتی هست. و این چونین در نزد مردمی شهر، مردمی که مثلا یک تالار آمدید، اون تالار همه معلوماتش عالی ها نشسته است. اونجا سخنهای دیگه ها تا نمیگوید آخر. با لهجه مردم سخن نمی کنید در اونجا. در اونجا مرحمت سخن علمی کنید، با اصطلاح علما رو استفاده برید. این هم حکمت است. حکماء فقها، یعنی معنای کلمه کونوا ربانیین، حکیم شوید و فقیه شوید، صاحب فهم، صاحب علم و حکیم. این چیزا با دعا و با طلب از الله تعالی و با کوشش و غیرت و با هم نشست شدن به حکما و فقها انسان آهسته آهسته فقه و حکمت می آموزد. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی اون کسی حکمت داده شده است، اون چیزی بسیار داده شده است. و یقال الربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. و گفته شده است که ربانی یعنی عالم ربانی اون آدمی که به مردم علمهای خرد را تعلیم میدهد پیش از علمی کلام. یعنی به مردم مسئله های ساده، مسئله های عادی را درس میدهد اول. یک و یک باره مسئله های وزنین، مسئله های قیاس، مسئله های اصول فقه، مسئله های قواعد فقهیه، اینا را تعلیم نمیده با که فقط به علم اونا 4 قاعده که فتوا دهند به مردم. این قاعده های فقط علما و مفتی ها استفاده میبرند. بعد اینکه نصوصی صریح در قرآن و سنت، اگر در همین مسئله از قرآن و سنت نصوصی صریح نیاید، بعد لجوء به قاعده های فقهی میکند. مثلا نمیبید آخه به مردمی بیچاره اصول فقه درس دید، اصول تفسیر درس دید. و یقال الربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ربانی آن عالمی که به مردم مسئله های خرد، علم های خرد را تعلیم میدهد پیش از اون مسئله های کلام. چون که اول مسئله های خرد و ضرورت باید دانند، بعد به مسئله های کلام میگذرد.
در این باب امام بخاری یک چند حدیث ها رو تعلیقا آوردن، یعنی بدون سند. نگفتم با ما فلانی گفت، با او فلانی گفت، با او فلانی گفت، با او پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، با سند نآوردن، برای آنکه در همین باب یگان حدیثی به شرطشان مناسب نیافتند و این قولی یعنی که صحیح تر است. قول دیگر این است که امام بخاری اینجا رو خالی ماندن تا اینکه در آینده یگان حدیث ذکر کردنی بودن ولی ذکر نکرده از دنیا گذشتن میگن، لیکن قول اول پر قوت است. والله تعالی اعلم.